الو 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 اومدم. سلام بچه ها، امروز روز تعطیله و من عاشق اینم که روز تعطیل صبحونه برم بیرون. البته الان دیگه خیلی دیره، ساعت 11:30 با دوستامون قرار داشتیم دیگه، براشون کار پیش اومد، دیر داریم میریم. حالا نمیدونم دیگه اصلا به صبحونه بتونیم برسیم یا نه. کاش یه املت خوب بخورم. اینا هم میگن خیلی خوشمزه است. این مارچ بالا داره. چرا ولی بازم انقدر چیز شدن. حالا میگی چیکار کنم؟ به کبابی زنگ بزنی؟ نه میگم که به یکی از همسایه‌ها زنگ بزنم. آها همسایه چجوری ببینم که چیزه میتونم پسر بره دم درتون بیاد. آره اینم یه حرف. یه بوسی بکن بچه ما رو. چای تعارف می‌کنی؟ خیلی براش آتیلا جالبه. چرا دیگه صدای نمیدی؟ امروز ما سه تا میخوایم با هم دیگه بازی کنیم. بذار اول خودتون رو معرفی کنیم. سلام آتیلا هستم. آتیلا جونه با آرزو که دوست صمیمی منه، آتیلا هم که داداششه. چرا انقدر صاف میشینی؟ صاف میشی. نور راحت باش. پینات مقدم کشوی بابا پینات. دارم میرم ناخنم رو درست کنم. میخوام هم مدلش عوض کنم هم رنگش عوض کنم. حالا نمیدونم چه رنگی کنم. یه رنگ تو ذهنم هست ولی نمیدونم. وقتی میری اونجا رنگا رو که میبینی این نظرت عوض میشه دیگه. هرچی لاک اکلیلی‌تر و شاینی‌تر، من خوشحال‌تر و راضی‌تر. اینجا رو ببین، لاکم رو ببین. واو. عشق میکنی اونقدر دونتو میدی. مامانه والا
گرد و قلومبه والا یه سبد گرد دارم من، بچه ناز دارم من. یه بوس بده ماما، یه بوس بده ماما. پینا یه بوس بده ماما. ای خدا نه سرت بزن جون دالا.